الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله، اما بعد. برادران و خواهران عزیز، میخواهم برای شما قصه یک تاجر را نقل نمایم که خیلی عبرتناک است. کشتی با مال و منال گروه از تاجران در بحر حرکت میکرد. در این اثنا کشتی از وزنینی بار به یک طرف مائل شده رو به غرق شوی نهاد. پس قصد کردند تا بعض بارها را به آب پرتایند. ملاحان به خلاصه آمدند که بار یکی از تاجران را به پرگی باید به آب پرتایند، چون که او خیلی باری زیاد داشت. وقتی خواستند تا بارهایش را پرتایند، آن تاجر اعتراض کرد و نمیگذاشت که بارهای او را پرتایند، ولی فایده ای نداشت. باقی تاجران جمع شده یک باره خود تاجر را هم با تمام مال و منالش به آب پرتافتند تا از غرق شوی نجات یابند، چون که او تاجری نو و به پشت و پناه بود. بعد از آن به سفر خود ادامه دادند. موجه های بحر او را به ساحل یک جزیره به آدم پرتافت. وقتی از غرق شوی نجات یافت، به سجده افتاد و از خداوند طلب یاری کرد. تاجر از آب جویهای قریب می نوشید و از میوه های درختان آنجا می خورد. برای خود یک خسکپه ساخته بود که در آن خواب می کرد. روز شمالی سخت وزید و پاره های آتش افروخته اش را به هر سو هوا داد که در نتیجه خسکپه او آتش گرفت. پس فریاد زد و با گریه و زاری می گفت: پروردگارا، برای چی؟ حتی همین خسکپه هم از دست رفت. تاجر آن شب را از جهت غم و اندوه زیاد به گرسنگی سپری کرد، ولی صبحگاهان برای او واقعی غیر چشم داشت در انتظار بود. ناگهان می بیند که کشتی به سوی همین جزیره در حال آمدن است. خلاصه وقتی او را نجات می دهند، با تعجب زیاد از آنها می پرسد که جای او را چگونه یافتند و چگونه به کمک او شتافتند. آنها گفتند: از دود آتشی که افروخته بودی فهمیدیم که اینجا شخصی در طلب کمک و نجات است و به او خبر دادند که کشتی تاجران به منزل نرسیده غرق شده است. پس وقتی تاجر این را شنید، به سجده افتاد و گریه کنان می گفت: خدایا، حمد و ستایش برای تو که در همه کارهای تو خیری نهفته است، ولی ما نمی دانیم. خداوند در آیه 216 سوره بقره می فرماید: استعیذ بالله و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. یعنی چی بسا چیزی را خوش نداشته باشید، یعنی شاید آن چیزی که برای شما ناخوش و ناگوار است، شاید آن برای شما بهتر باشد، و چی بسا چیزی را دوست داشته باشید حالا آنکه آن برای شما بد باشد و حقیقت این را خداوند می‌داند و شما نمی‌دانید. خداوند همه ما و شما را صبر و بردباری و توفیق عمل خیر نصیب و روزی بفرماید. آمین یا رب العالمین. چرا تو ای شکست دل خدا خدا نمی‌کنی؟ خدای چاره ساز را چرا صدا نمی‌کنی؟ به هر لبی دعای تو فرشته بوسه میزند، برای دردی به امان چرا دعا نمی‌کنی؟ به قطره قطره اشکی تو خدا نظاره میکنه، به وقت گریه ها چرا
خدا خدا نمیکنی، به هر لبی دعای تو فرشته بوسه میزنه.